خسته شدم از بس تیوی کارگردانی کردم، خسته شدم از بس دوربین رو جابجا کردم. یه آدمک گذاشتم، رفتم بالا دوربین گذاشتم، بعد اومدم خودم به آدمک. ستون شنبه ها و نکته هایش در کیهان جایگاه هر هفته رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بود و چنان بتی از ابوذر ساخته بود که شاید تیزی زبان ابوذر به تیزی قلمش میرسید. از نوشته های انتقادیش به اشرافیت کرباسچی تا تاختن به دکتر سروش و زاویه نشینی شیخ سعدالله و حنجره پاره عبدالله نوری و دجال خواندن آمریکا، همه او را به رویای ابوذر بودنش نزدیک میکرد. ابوذری که حب به ولایتش در ترجیح بند مقالاتش موج میزد. عزیز دل ما، آنچه را که ما در آینه نمیدیدیم تو در خشت خام میدیدی. با این همه چگونه در برابر افق ما برای فهم تو تواضع نکنیم و چگونه در محبت تو غواصی نکنیم و چرا در اطاعت از تو شتاب نکنیم و از هم سبقت نگیریم. ما می سوختیم و درست در مقابل ما یک وجود مبارک صبورانه به اوضاع این نهضت وابستگی می نگریست و همچون دماوند استوار می نمود. عزیز دل ما، تو با صبوری و سرکشیدن تلخ‌ترین لحظه های کمرشکن اجازه دادی این جماعت با شهامت و امنیت خاطر از محل اختفایشان بیرون بیایند و ذات پنهان خود را برملا کنند و محصول این صبوری حالا آنچنان ارزشمند و قابل اعتناست که می شود در سایه غرورش امید را با شیرینیش تناول کرد و به تو به خاطر فهم بلندت آفرین کن. من از روزی که بر شانه های مولایم چفی را مهمان دیدم دانستم که روزگار ما چه در داخل و چه در خارج به سمت سرنوشت موعود خود قدم برمی دارد. سرنوشتی که ما در آینه نمی دیدیم اما او در خشت خام مشاهده می فرمود.